فرق این کشور با اون کشور میدونی چیه؟ مسئولینش کار کنن یا نکنن، هر کی سر جاشه یا نه، اینه. ما الان هر سری اینو میبینم میگم برم یارو خفه کنم، ولی اینجا متوجه میشی که کشوری که مسئولینش هر کی جای خودش وایساده، هر کی رو تخصصی که داره، رو سواد درسی که خونده اونجا داره خدمت میکنه، سر جاش هر چیزی، اینجوری میشه که هر ماشینی 3 سال 4 سال 5 سال عمر کنه میدن اسقاط و ماشین جدید، اینم میرن دوباره بازیافت میشه. ولی ما آخه ماشین دادیم بازیافت که با آهنی داشته باشیم، اصلا بازیافت داریم؟ هر چی داریم تا آخر عمر دیگه، هر چی داریم باید با ما بره تو گور. بیا این ماشین ببین شکل 207 ولی 207 کوپه است، نگاه کن. آخه خدا، میگم برم خفش کنم، میگم بی شرف چه کار داری؟ باز میگم این شرف داره که این کارو میکنه چون کارشون درسته. این حوزه علمیه درس نخونده که مفاتی، این تخصصش همینه، این کارش همینه. کشوری که نفت داره، معادن داره، همه چی داره، یعنی ببین از معدن طلا، روی، آهن، مثل سرچشمه فلا، همه چی ذوب آهن فلا، این هم که اون خدا بیامرزه داریم، ولی هیچی. گاز بزرگترین هیچی و ارزم به حضورت اینا هیچی، نه نفت دارن نه گاز دارن و اینجوری BMW و خدا نکن بابا نکن اینا، این خدایا بابا بیا منو بشکن، بیا منو خورد کن، مانیتور رو دیگه، خدا اون فرمونش نمیدی به من، همون فرمونش. آخه ببین کشوری که برای جون مردم ارزش قائل باشه اینجوری سر 5 سال اسقاط میکنه و ماشین جدید بهت میده. آودی و نگاه، فولکس واگن، BMW. آخه این ماشین والله مال ما باشه دیگه، مگه ببین مگه از رو جنازمون رد شه اینا رو بدیم؟ والله به خدا ما پیکان چند سال پیش همسایه‌مون داد، هنوز عزاداره، سیاه پوشیده، چند سال الان اسقاط کردم. میگه پیکانم نبود. هر چی میشه پیکانم نبود. الان بابا ریدم تو اون پیکانه. چی بود اون پیکان؟ یه مدت سقفش هم پاک شد، سقفش پاک شده. بابا اون پیکان دیگه خودش هم پاک شده، سقفش پاک باشه یا نباشه چی بشه؟ چی بشه؟ اینقدر ما مغزمون. ببین آخه اینا چیا خورد میکنن؟ والله یه روز اونجا باشیم میای اصلا دلت از هر چی ماشین زده میشه. ببین اینا چیا خورد میکنن؟ آخه یارو هنوز سوار نشده. آخه هر چیزی عمری داره. ما دیگه یه چیزی دیگه پدرشو در میان دیگه، تا غلط نکنه تا فلان نکنه. مسئولینمون البته چی